روز دوشنبه بر اثر حمله بالای اتوبوس حامل کارمندان دولتی در شهر کابل یک کس فوتیده، 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان عینی و افسران پلیس میگویند بمبگذار سوار دوچرخه خود را با اتوبوس حامل کارمندان اداره دولتی آمار و اطلاعات برابر کرد و همان زمان صدای ترکش بلند شد. طرفای دیگر بود که یک موتر از سایه مرکزی میخواست که از پل گذرگاه عبور کنه و در جریان عبور بود که یک دانه بایسکلکی در نزدیکش خود رساند. نزدیک هم نوش پل دور کرده بود که همینجا یک گرمبس صدا آمد و در مرسیدس همی کارمندای سایه مرکزی بود که همو بسیاریشان اوگار شده بودن و چند نفرش بسیار یک حالت وخیم به خود داشتن. تا حال کسی مسئولیت انفجار را بر دوش نگرفته است. طبق گزارش‌های رسیده دیروز یک بمب مگنیتی در اتوبوس افسران امنیتی هم ترکیده بود، ولی در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. سر از ماه سپتامبر هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان افغان راه‌های ختم جنگ 19 ساله افغانستان را بررسی دارند، ولی این کشور همانا با خشونت روزافزون مواجه می‌باشند. هفته‌های اخیر حملگران بمب‌های خرد مگنیتی استفاده می‌برند. اکثریت طالبان را مسئول این حمله می‌شمارند.